میدونی بزرگترین اشتباه تریدرها چیه؟ فکر میکنم بازار باهوشه، اما فقط منظم و روی صبر داره کارشو میکنه. اوایل فکر میکردم ترید فقط یک مهارته، مثل یاد گرفتن زبان یا مثل یک نرم افزار کاربردی. صبح تا شب پای چارت میشستم و میخواستم فرمول موفقیت رو کشف کنم و راستش بدم پیش نمیرفت. سود و ضرر در کنار هم یک چرخه بی احساس به وجود آورده بودن، تا اینکه یه روز با یک اشتباه همه سرمایه‌مو از بین بردم و فقط یک سوال توی ذهنم بود: واقعا من دارم بازار رو میفهمم؟ اون شب فهمیدم دشمن اصلی من بازار نیست، ذهنمه. معامله‌ای که با حرص و ترس میگیری همیشه شکستت میده. شروع کردم قوانین ذهنی خودم رو نوشتم. هر معامله یک تصمیم آگاهانه بود برام. دنبال سود نگشتم، مستقیما رفتم سراغ تسلط. وقتی خودم رو کنترل کردم، مارکت خودش رام شد. اگر تو هم حس میکنی که بازار داره باهات بازی میکنه، شاید وقتشه که باهاش همبازی بشی. به عنوان یک دوست بهش نگاه کنی، نه یک دشمن. اگر میخوای بدونی چطوری، منو فالو کن تا پستای بعدی رو از دست ندی. منو اگه فالو نکنی ممکنه دیگه منو نبینی، ولی اگه منو فالو بکنی تو پستای بعدی ممکنه این نکته‌های مهم رو از بازار یاد بگیری.